روز پنجشنبه یک روز پس از عملیات ناکامی بازداشت سابق پرزیدنت قرقیزستان المازبک اتامبایوف که با مرگ یک نفر و جراحت 52 کسی دیگر به انجام رسید، پرزیدنت قرقیزستان سوارانبه ژیینبکوف و اتامبایوف یکی دیگر را مسئول این وضع ناگوار نامیدند. منزل زیست اتامبایوف هنوز هم در احاطه طرفدارانش است. روز 7 آگوست عملیات نیروهای تعیینات خاص کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان برای بازداشت اتامبایوف 62 ساله ناکام شد. طرفداران اتامبایوف مقاومت نشان داده بر علاوه 6 افسر امنیتی را به گرو گرفتند. فعلا سربازان گروه تعیینات خاص کمیته دولتی امنیت ملی در دهه قایتاش قرار دارند. در رفت عملیات بازداشت پرزیدنت سابق المازبک اتامبایوف یک چند افسر امنیتی جراحت برداشتند که متاسفانه یکی از آنها بر اثر زخم‌های وزنین در شفاخانه جان داد. تیر سلاح اسنایپری که از طرف منزل پرزیدنت سابق آمده بود، عضوهای حیاتاً مهم این خادم را مجروح کرد. یادآور می‌شوم که سربازان تنها تیر رزینی استفاده بردند. از منزل پرزیدنت سابق باشد، سلاح جنگی استفاده شد. اتامبایوف نیروهای دولتی را به پایمال نمودن قانون عیبدار کرد. در این مجتمع تنها اتامبایوف سلاح داشت. من آگاه کرده بودم که سلاح دارم. من این را از آن سبب میگویم که بعد کسی را از محافظان منزلم گناهکار نکنند و دوم اینکه دادستان کل باید داند که طبق قانون تا زمان اعلان حکم دادگاه منزل مرا باید خدمات حفظ دولت حمایت کند. اتامبایوف که از سال 2011 تا 2017 رئیس جمهور قرقیزستان بود، با 5 اتهام از جمله فساد و سوء استفاده از قدرت روبرو می باشد. تابستان سال روان پارلمانت قرقیزستان اتامبایوف را از مقام پرزیدنت سابق و مسئولیت محروم کرد. اتامبایوف چند دفعه به بازپرسی دعوت شد ولی درخواست مفتشان را رد نمود. پرزیدنت قرقیزستان سوارانبه ژیینبکوف روز 8 آگوست در جلسه شورای امنیت کشورش گفت که اتامبایوف بر روند قانونی تفتیشات مقاومت مسلحانه کرد و کنستیتوسیا و قانونگذاری کشور را دغلانه ویران نمود. پرزیدنت قرقیزستان گفت که به مقامات حفظ حقوق و ترتیبات دستور داده است که به زودترین فرصت نظم و ثبات کشور را برقرار کنند. در این بین اتامبایوف در نزد بینای مدیا فروم شهر بیشکک که به او تعلق دارد و تلویزیون اپریل هم در آنجا جایگیر است، تظاهرات بدون مهلت اعلان کرد.